سلام، خدا کنه جور باشین، صحتمند باشین. امروز به یک ویدیو یک ولاگ دیگه خوش آمدین. مارکت میریم، همون یک چاینیز مارکت هم از چیزای من اجازه نمیتونه باز کنم، ولی اونجا اجازه داره میتونه باز کنه، مشکل نیست. بخیر که موتر گرفته بریم از راه فیلم میگیریم. حتما منتظر باشین دیگه، ویدیو رو تا آخر نگاه کن. یک ساعت داری راه هسته، ولی خب ارزش داره. گفتم که برای شما از ویدیو رو بگیریم، حتما نشون بدید. من ویدیو رو تا آخر نگاه کن دیگه. لیتس گو. هستیم یک ویوی از شهر ما هم بگیریم برای شما که ببینید و بقیه‌اش دیگه از راه میگیریم. بخیر بسیار هوای خوب است، گرم است، تقریبا 30 درجه باشه دیگه. امروز خود یک ابری بود و کمی باران بارید و امروز خوشبختانه هوا خوبه. دوستایی که برای اولین بار در ویدیو رو میبینن، حتما از این ویدیوها زیاد ما در کانال میذاریم. حتما کانال رو سابسکرایب کن، لایک کن و دوستاتون شریک سازین که تا آینده بخیر برایتون از سفرهایی که میریم حتما. هنوز ادامه ویدیو هستیم، خدا کنه از ویدیو لذت ببریم. داریم درایو کردن هستیم، البته یه خورده راهش دور است، تقریبا یک 45 دقیقه راه است از این خانه ما مثلا تا چکسلواکی را با موتر. وقتی ترافیک نباشه، اگه ترافیک باشه باز یه خورده بیشتر تون میکشه. البته روز یک شنبه دیگه با خاطری که آغازات دکان‌های طرفا بسته در اتریش، باز اونجا دکان‌ها بسته، بیشتر اتریشی‌ها میره در اونجا خرید دیگه. امروز ما هم خواستیم که یک چکر بریم این طرف، یک خرید مرید بکنیم و باز یک ویدیو برایش ما یک ولاگ هم بسازیم. شما هم با ما باشید. بس اینا همش کشت شدن، دیرپان دارن و دیرپان کاشتن و از طرف دولت بسیار کمک میشه برشون دیگه. به خاطر است کشور بسیار سرسبز است، بسیار طبیعت خوبی داره، آب و هوای بسیار عالی داره. این دلیل است که اینا بسیار اصلیه میگیره. اگر روزایی که زیاد گرم هم شود تا زراعت هایی که انجام دادن، اگر باران دیر مدت نباره تا اینا پایپ کشی شدن که مثلا آبیاری میشه و آب میرسه برش، دست که واسه شدن بسیار از چیزهای خوب پیش است و بسیار عالی است. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all the فکر کنم دیگه نزدیک میشیم در مرز، این سر مرز میشه دیگه، مرز چک. برایتون دوستان نشون بدیم پایین‌تر که بریم. فکر کنم نزدیک مرز چک است. یه روز هم در خاک اتریش هستیم. این طرف پایین ها که میبینید کلان خاک اتریش است، درختانی انگور است و زراعت کاشت بسیار یک طبیعت عالیه دیگه. مرز رسید، یعنی مرز دیگه، یعنی پیش روی که چیزا رو میبینید دکر او طرفش چکسلواکی میشه، این طرفش هم اتریش است که دیگه میبینید که اینجا مرز نداره. اروپا واقعا که میگه مرز نداره، راستی مرز نداره دیگه، میتونی راحت داخل و خلاص. و دکرم که میبینید به دلیل چیز است، ماشینایی که در اتوبان میره و به خاطری که کای اتوبان از اون چیزها بخرید به شیشه ماشین بزنی که اتوبان باید پول پرداخت کنیم. و دلیل رزوی کسایی که مثلا اتوبان چکسلواکی میره از اتریش میتونه در اونجا از چیزها بخره که به اصطلاح پولی اتوبان دیگه. اینجا هم رسیدیم دمی شهری
خرید چاگسلواکی اونجایی که میرفتیم رسیدیم. I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all. بله این طرف سمت چپ ما هست فروشگاه مارک هست دیگه. هر فروشگاهی که ببینی هست اینجا. چاینیز مارکتی که میگفتم برای شما دوستان نشون میتونم باز این طرف هست. سوی در این فن این پیش روی که ببینید این طرف چاینیز مارکت دو طرف هست. ما طرف پارک کردیم ولی برین مغازه رو بهتون نشان بدم ببینیم که چیزا داره اینجا چی رقمی هست. و تو دوستایی که مثلا در اتریش زندگی میکنن از این مغازه خبر ندارن از این جای این ویدیو رو دیدن دیگه باز میتونید اینجا دیدن کنید دیگه. باز ببین ببینید و جای بسیار خوب است برای تفریح. مثلا روز یک شنبه تعطیل دارین میتونید ببین ببینید و چیزای خریدنی چیزای ارزان است، نوشیدنی خوراکی و دیگه چیزای دیگه که به اصطلاح بیشتر ده ببینیم دیگه که چطور میشه و چیزایی میتونیم بخریم. هوا خوب است اینجا فعلا خورده کم ابری شده دوستا. بعد ببینید که بسیار پارکینگ کلانی داره اینجا. موتور پارک است بسیار پارکینگ کلان داره. مثلا بیشتر جای میگیره میگه باش که موتور ما رو نزنه بعدن از این شتیشنیم مالی بری فیلم جمع گفی نشه. دوستا این ویدیو رو حتما پیدامش ببینید بازم برایش ماشاءالله بیشتر نشان میدم که چه چیزایی داره اینجا و ما چه چیزایی میتونیم بخریم و چه چیزایی میتونیم برای شما. ما خوردیم شکم پر شد حالی بریم دیگه بخیر فقط خرید کنیم جیبا رو خالی کنیم. چیز که پیسه مایسه از خرج نبره دیگه. شروع کردیم پول کجاست که بدر خرجش کنیم. اروپا پول که گیر ما یکی کارم رو خرجش کنیم مثلا نداد ولی بازم باید دیگه برنجی سفید همراهی گوشت مرغ جای دوستا خالی. اونجا که میبینید دوستا و طرف دکانی چاینیز یا دکانی آسیایی های دیگه چاینیز مارکت است که ببینیم که چی چیزا داره اونجا. دوستا مارکت آسیایی های دیگه ببینید که هر چیزی که و اصطلاح ما شما از شیر مرغ گرفته تا جان آدم در اینجا گیر میه. البته بعضی جنساش کوالیتیش بد نیست، کوالیتی خوب هم داره. در قیمت دیگر کسی پیسه بیشتر بده دیگه. ببینید که هر چیزی که چشم میاری میکنه اینجا هست. برای مردا و زنا و هر کس. Bao nhiêu? Hello, 20, okay? Was magst du da kaufen? Oi, Trafik شده نه. Ja. Wir nehmen die Emlo. Die ich شاف denke mehr Preis nach viel فایده است. شرکتی. نه اینجی کلی یورو نیست و تری که نواز دا یورو میفروشن. چمدان بخرید دوستا برای سفر. ببینید که چمدان خوب گیر نمیاد. فعلا بیشتر جنس برای خانوما زیاد داره، لباس و بیگ و برای بچهای خورد، ولی برای کلانو نشان نمیده که دوستا دیگه این نفر زیاده. به خاطر باید از خود بگیرم باز پشت سرم شما میبینید دیگه
بعضی جایر میتونم پیش روی دوربین پشت سر استفاده کنم خاطر که کس نباشه. اگر کسی باشه باز نمیشه. ببینیم که جای بزرگه، همه چیز داره. مثلا باید بگردی دیگه، بگردی هم نان هست میشم، ورزش میشم و هم میتونی چیزی که دنبالش هستی میخوای بخری میتونی پیدا کنید اینجا دیگه. میبینید که سر تا سر این رقمی کوچه کوچه هست از باندای کلان. نمیدونم سعی کنیم به خانه اینجا نزدیکش کنیم. دوام بیا قشنگه ده. وینک هست، یک وینک سعی کنیم. وینکای اینجا پرده فروشیه دوستا، پرده میفروشه. اینجا بعد بچه های خود بادیچه مال خانه این چیزی که بگو اینجا گیر میه. چاقو بچه، چاقو شاک شمشیر باشه کم نزدیک کنم. اینا رو درچش اجازه نمیده بفروشی، ولی اینجا مردم ها میتونه بخره. در آخر ویدیو ما هم نشستیم داخل موتر خود گرم آمده. بعد رقم هفته است، تقریبا 30 چند درجه شده هوا و بسیار گرم است دیگه. خواستیم که همینجی با شما عزیزا خداحافظی کنیم. که این ویدیو خوشتون آمده باشه و ویدیو رو دیده باشین. اگر در کانال جدید هستین حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید تا در آینده ویدیوهایی که میذاریم نوتیفیکیشن برای شما بیاد. و در آینده برای شما عزیزان از این ویدیو بیشتر داریم و حتما عضو شوید، ما رو همراهی کنید. Trying to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the